سلام بچه‌ها، مخلصم و چاکرم. خوش اومدین به چنل خودتون بچه‌ها. مخلصم. صبر کنین رو روشن کنم بچه‌ها. خب چاکر بچه. او خیلی تاریکه بچه‌ها، خیلی. پس یه لحظه من اینجوری بگیرم اینجوری بگیرم. اینجوری خوب شد. چاکر بچه ها امیدوارم که حالتون خوب باشه. بچه ها یه ویدیو گرفتم ریاکشن در مورد تاجیکستان شناسی هستش و شهر دوشنبه رو مخصوصا و کل تاجیکستان رو بهمون یه چنلی هست معرفی میکنه و ما میخوایم به اون ویدیو ریاکشن بریم. همین دیگه. امیدوارم که خوشتون بیاد. لایک و کامنت و ساب یادتون نره و چنل تولو رو به دوستاتون معرفی کنید. مخلصم. 1 2 3 لیتس گو. اوه چه سرسبزیه. سلام عزیزان، امید که حالتان خوب باشد و آمده باشید که امروز به کشور زیبا و دلنشین تاجیکستان سفر داریم و در این سفر من تنها نیستم، همه ایتان با ما هستین. حالا بیاین که بریم ناوقت نشه. و راستی بچه‌ها اسم چنلش هم تورسلنده، یه چنل افغانستانیه. ادامه به آنها میپردازیم. خب کشور تاجیکستان، پایتخت دوشنبه، واحد پولی سومانی تاجیکی، زبان رسمی تاجیکی، فارسی و روسی، رئیس جمهور امام علی رحمان، دولت ریاست. این که داری جوری میرخصه امام علی اسمش رئیس جمهور عوض. عجب چه سرخوشم. جمهوری حزب غالب. خب این هم علی مثلا خدا بیامرز رئیسی بیاد اینجوری برقصه جلو جمعیت. از معلومات کلی این کشور حالا بیایید بفهمیم که مردم تاجیکستان چگونه سفر میکنند. در نهایت بیشتر از مهمان نوازی این مردم صحبت میکنند. یه جمله گفت که از مهمان از چیشون مهربانی این مردم خیلی باید بگم. اینو راست میگه بچهای تاجیکستان، مردم تاجیکستان. ما چند وقت الان داریم ریاکشن بگیریم به مثلا کلا فارسی زبونا ریاکشن میگیریم، اونایی که چالشامون بمانه ولی ریاکشن هایی که داریم کلا به فارسی زبوناست، مختص ایران نیست. بعد تعدادی ویدیو در مورد تاجیکستان ما ریاکشن گرفتیم. بچه‌ها من تا به الان ندیدم یک کامنت از طرف بچهای تاجیکستان، موضوعات تاجیکستان، در مورد کلیپایی که در مورد تاجیکستان درست می‌کردیم، من تا الان یک کامنت بد ندیدم. فوش و اینا هم بماند، فقط حتی یک کامنت منفی یا یه اخم استیکر نمیدونم فلان من ندیدم. اصلا من باورم نمیشه یه کشور، یه مردم، یه کشور بیش از حدم به مردم ایران ارادت دارن. ما هم به اونا ارادت داریم. خیلی مردم بی‌نظیرین. به خدا تکن، بین همه تکن، یعنی بین فارسی زبونا تک صحبت میکنن. تا زیبایی مسحور کننده طبیعت اینجا. بهترین خاطرات اکثر گردشگران مهمان نوازی مردم تاجیک بوده است. از دعوت به یک پیاله چای در بعد از ظهر و تماشای طبیعت بیکران این ناحیه گرفته تا پذیرایی بیش از حد این مردم تاجیک شما را به خانه خود دعوت میکنند. از شما مراقبت میکنند. برای پذیرایی بهترین غذاها را بشقاب در پیشرویتان قرار میدهند و تازه پس از صرف غذا باید منتظر خوردن شیرینی باشید. مردم تاجیک در حد ترکیدن از شما پذیرایی میکنند. به خدا بچه من این ویدیو رو دفعه دیگه نگاه کردم، هوس کردم که برم تاجیکستان. خیلی یعنی مردم تاجیکستان خیلی با مردم ایران و افغانستان خوبن، چون به این فارسی زبونن دیگه. تاجیکستانی قسمتش فارسی صحبت میکنن، این قسمتش روس. ولی خیلی من خوشم میاد که یه دفعه برم تاجیکستان. جلب توجه ترین موضوع این است که مردم تاجیک بسیار فقیر هستند و در واقع فقیرترین مردم را در میان مردم جهان دارند. خب حالا شاید سوال در ذهنتان خلق شود که اگر از ایران و افغانستان به این کشور به قصد سیاحت بریم چقدر هزینه نیاز داریم؟ بله، جواب سوالتان این است که تاجیکستان یکی از کشورهایی است که برای مسافران ایرانی که قصد مسافرت خارج از کشور را دارند بسیار جذاب و ایدئال است. از آنجا که زبان مردم تاجیکستان هم فارسی است، مسافرت به این کشور برای فارسی زبانان بسیار راحت و شاید حتی در اولویت باشد. هزینه ویزای سیاحتی تاجیکستان کمتر از $100 است.
و بقیه مصارف مانند بلیط طیاره، هتل، مصارف چکر و اینها را باید خودتان تخمین بزنید. خب سوال بعدی که به شما خلق خواهد شد که هزینه بود و باش یعنی هتل چقدر است و همچنان هزینه اقامه تاجیکستان برای مسافرین افغانی و ایرانی چگونه است؟ برای اقامت در تاجیکستان 3 انتخاب پیش روی شماست. شماره 1 می توانید اقامت در هتل را انتخاب کنید و از شب 30 الی 100 دلار بنا به کیفیت خدمات هتل و امکانات رفاهی که هتل آن را برای مسافرین ارائه می‌دهد متغیر است. شماره 2 اقامت در دوشنبه قرار دارد و زمان رفت و برگشت آن نصفه روز به طول می انجامد. از یک موضوع دیگه که باید خبرتان کنم ای که مردمی که در فلات های تاجیکستان ساکن هستند دارای جشن های ازدواج منحصر به فرد هستند که 7 روز به طول می انجامد. در اولین روز مراسم عروس و داماد ازدواج خود را اعلام می کنند و به مدت 3 روز ضیافت های جداگانه با خانواده های خود برگزار می کنند. 7 روز بچه ما هم تو زاهدان قبلا اینجوری بود که همیشه ارزون تر بود. مثلا 7 شبانه روز عروسی میگرفتیم، مثلا روزا عروسی شبا عروسی، خیلی خوب بود قدیما. بعد بچه‌ها الان عروسی تاجیکستان نشون دادم. من یه چیز دیگه یادم اومد، یه ویدیو من چند وقت پیش ریاکشن رفتم بچه‌ها در مورد رقصا و مراسمات عروسی پایکوبی مردم تاجیکستان که لینکشو میذارم توی کامنت ها پین میکنم ببینید، محترم خوشتون میاد. در طول 5 روز اول این مراسم عروس همچنان در منزل پدری خود میماند و در روز ششم به همراه اعضای خانواده خود به خانه داماد رفته و شب را در آنجا میگذرانند که همین موضوع پایان مراسم را اعلام میکند. خب معمولا که بعد از عروسی داماد و عروس به ماه عسل میرند و از این چکر کیف میکنند. ولی چگونه است این مراسمشان؟ مدت زمان ماه عسل آنها که 40 روز است و تمام این 40 روز در خانه والدین داماد گذرانده می شود. چه کیفی عروس و داماد در ابتدای زندگی مشترک خود تحت حمایت آنها قرار بگیرند. 40 روز ماه عسلشون طول میکشه تو خونه پدر مادر هستن. چقدر کیف میکنه اینا بچه‌ها. ما بودیم که از شب عروسیمون کارامون شروع شد دیگه. به خدا. خب حالا رسیدیم به این که ایرانی های عزیز و افغانی های عزیز اگر قصد سفر به تاجیکستان را گرفتید فراموش نکنید که این جاهای زیبا را هم گردشگری کنید ورنه پشیمان میشوید. کجا؟ دوشنبه پایتخت و بزرگترین شهر تاجیکستان است که هنوز هم نشانه هایی از دوران حاکمیت اتحاد جماهیر شوروی را یدک میکشد. 27 سال پیش تاجیکستان پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی اعلام استقلال کرد. خیابان رودکی مهمترین خیابان پایتخت است که از شمال مرکزی تا جنوب شهر امتداد دارد. این خیابان در گذشته خیابان لنین نام داشت و اکنون محل ساختمان‌های اداری و مراکز فرهنگی دوشنبه است. پارک‌ها، موزه و رستوران‌ها و کافه‌های بسیار در سطح شهر مستقرند. همچنین در خیابان‌ها شاهد ساختمان‌های پاستلی رنگ سبک کلاسیک خواهد بود. جای دیگر به نام دالانواخان دره دراز و باریک در نواحی مرز بدخشان است و بخشی از آن در قلمرو افغانستان قرار دارد. منظره رشته کوههای هندوکش از این منطقه تماشایی است. همچنین در این رشته کوههای هندوکش از اینجا شروع میشه. چقدر جذاب پارسا. هم می توانید از بازارهای افغان و چشمه‌های آب گرم نیز بازدید کنید. خلاصه این که دالانواخان با طبیعت بی‌نظیرش بهشت عکاسان است. کوههای فان با منظره آلپ مانند و دریاچه‌های پرطلا یکی از مسیرهای کوهستانی دسترس پذیر شمال غرب تاجیکستان واقع در بین دوشنبه و سمرقند ازبکستان است. از این پنجکند می توانید به آسانی سفر 1 روزه به اینجا داشته باشید. ضمناً برای ورود به منطقه کوههای فان نیز به هیچ مجوز اضافی نخواهید داشت و جاهای دیدنی بسیار زیاد دارد. ولی دوستانی که به این کشور برای کار و شغل میخواهند بیایند باید گفته شود که کار به آسانی اینجا پیدا نمی شود. آره خب تو همین ایران هم بچه تو مثلا یک خارجی بیاد کار کنه خب کار نیست. الان بچه افغانستان تو ایران ببین چه مکافات هایی میکشن. قرار نیست که تو بری تو تاجیکستان مثلا زندگی خیلی فلانی داشته باشی. اگه اوضاع مالیت خوبه میتونی به کاری بزنی برو سرمایه گذاری کنی. خیلی ولی جالب بود. خیلی خوشم اومد بچه از کشور تاجیکستان. کلا من ندیده بودم این ولاگایی که در مورد تاجیکستان هست با هم دیگه
باید یه سریاشون رو ببینیم. امیدوارم که شما خوشتون اومده باشه بچه‌ها. لایک و کامنت و ساب یادتون نرید. تا دیدار دیگر بدرود.